بسم الله الرحمن الرحیم. نصار احمد علیزاده هستم، یک از باشندگان شهر هرات که مشغول به آجیل فروشی و خشکبار فروشی هستیم. انشاءالله که کاروبار هم خوبه، خرید مردم هم خوبه، الحمدلله بد نیه و امنیت هم الحمدلله برقراره، مشکل نداریم. تا ساعتها 1-2 شب اما اینجا کاسبی میکنیم، فروشندگی داریم، مردم هم به بیرون و خیابون ها و جاده ها هستن انشاءالله. و تشکر میکنه از امنیت که امارت اسلامی برای ما برقرار کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. عبداللطیف جان هستم، یک از شهروندان هرات. دیگه با خاطر به شب خرید میکنه که روز نمیرسه. دیگه اینجا قیمت هم خوبه، دیگه قیمت ها یک ضرب مثل عید روزه نیه، حال بیتره، کمی تاتر اومده دیگه. امنیت هم فعلا خوبه، کم شده، خدایی دوزی اینا کم شده، امنیت هم خوبه دیگه. شو تا صبح اینا بساطا بیشتر نه، تا صبح میشینه همینجا، بعضا خوب میشه، بعضا حتی اصلا بعضا نیه هم خوبه، یعنی امنیت خوبه، خدایی گشت اینا خیلیه. پیام شما برای دیگه جوانان چیه؟ پیام برای جوانان اینه که خوش باشم، درس خود بخونم، ورزش بکنم، همین دیگه. نام خوب بگفتید. بله؟ نام خوب بله. به نام خدا، اسم من زلمه، یکی از باشندگان شهر هرات هستم. بیامدم به میوه برای عیدی بگیرم، ولی الحمدلله میوه بازار خوبه، قیمت های خوبه، مناسب تره، بابت پارسال کده امسال بهتره. میگه خدمت شما عرض کنم که شکر، امنیت همه چیز هست، ارزونی هم هست.